بسم الله الرحمن الرحیم. Və onun ayrı qüdrət nişanələrindən göyləri və yeri xəlq etmək və dillərinizin və rənglərinizin fərqli olmasıdır. Bunda da alimlər üçün böyük ibrətlər vardır. شما ترکی یادش بدید تو خونه که ترکی بلد بشه، منتها خب فارسی هم بلد میشه دو زبانه. ماشاءالله. اصل 15 قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی برای تسهیل ارتباط و افزایش وحدت ملی می باشد. ایران جزو کشورهایی است که اقوام مختلفی در آن طی سالیان مختلف تمدن داشتند و به مثابه یک دسته گل رنگارنگ می باشد. هر یک از زبانهای مادری و محلی وطن ما گنجینه‌ای با ارزش هستند که در کنار زبان فارسی به رشد فکری ما کمک می کنند. در اصل 15 قانون اساسی ایران ضمن معرفی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک، امکان تحصیل و تدریس دیگر زبانهای محلی و قومی را نیز پیش بینی کرده است. یونسکو درباره اهمیت زبان مادری میگوید هر کسی که نتواند زبان مادری خود را بنویسد و بخواند بیسواد محسوب می شود. یوهان آموس کومینوس که از او به عنوان پدر آموزش و پرورش نوین در جهان نام میبرند، در نیمه دوم سده 17 میلادی اصولی را برای آموزش و پرورش و یادگیری عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به آموزش به زبان مادری است. متن قانون اساسی: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. بنابراین در قانون اساسی ایران به جایگاه و اهمیت زبانهای قومی و محلی اقوام مختلف اشاره شده است، چرا که توجه ویژه به حقوق اقوام مختلف ساکن در ایران باعث وحدت و انسجام ملی می شود. همچنین در اصل 15 قانون اساسی ایران استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌ها آزاد اعلام شده است، چرا که به کارگیری آن در زمینه‌های مختلف باعث پیشرفت و پویایی و رشد زبان می شود. اصل 15 نیز به این نکته مهم اشاره دارد که تدریس این زبان‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است تا دیگر زبان‌ها به عنوان زبان مردم این مرز و بوم حفظ شوند. اسناد سازمان ملل رنگارنگی زبان‌ها را در کره خاکی نشانه‌ای از غنای فرهنگی و همه زبان‌ها را میراث مشترک بشری دانسته است.